پدر کلان ما یک دانه پشک داشت. این پشک خودش گپ میزد کتی چی کنم چی کار کنم صبحکی که میشه بیابت میکرد داینه بیاب میکرده نه گپ زدن دو میزده. بی تربیه پیشک. خب تربیه بود دیگه همین رقم بود دیگه. حیوان است. امی پدر کلان ما امی پشک امی کشید 15 جریب زمینه 120 جریب زمینه پشک قلبه میکرد قلبه رو پشت سرش جمع میکرد جزا میدادم بی تربیه خوب میکرد. من بچه بام تو بی تربیه کنه 15 جریب چیست که من 150 جریب سرش اگه قلبه نکردم. باز امی پشک پدر کلان ما تخم میداد دیگه شانزاد پشک پدر کلانم تخم میداد. بعضی تخمه ازی بسیار زیاد میشد 120 دانه 200 دانه تخم میشد پشک. باز ما تخمه زیر سر بام بنداختیم خشک میکردیم بازی را آرد میکردیم دو وقت زمان. بازی را خود تخمه را خشک میکردیم بازی تخمه پشک ما آرد میکردیم دو وقت آرد نبود. نارد جو بود نارد گندم بود. گندم چیزا رواج نبوده دیگه.